توی این ویدیو میخوام یه تنظیماتی تو پریمیر بهتون یاد بدم که فقط یک بار این تنظیمات رو همین الان انجام میدین و دیگه لازم نیست هیچ وقت دیگه بریم سراغش تا بهتون یه خروجی با کیفیت حجم پایین برای آپلود تو یوتیوب بده. بریم ببینیم. سلام، من ارون بهرامی هستم. توی این کانال هر چیزی که مربوط به این بشه که ساخت ویدیوهای شما با کیفیت تر و بهتر از قبل بشه رو آموزش میدم. سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا جدیدترین آموزش ها و مطالبی که بهتون میگم رو از دست ندید. پایین تو قسمت دیسکریپشن یه لینک براتون گذاشتم که آموزش سری ویدیوهای پریمیر هستش که تقریبا 1 ساعته و این ویدیو احتمالاً اگه خدا بخواد ویدیوی آخرشه. حالا باز اگه چیز دیگه باشه بهش اضافه میکنم حتما، ولی تقریبا توی 1 ساعت هر چیزی که مربوط به پریمیر بود و ابتدایی و اصولی و کاربردیش بود رو توی اون 1 ساعت بهتون آموزش دادم. کافی از ویدیو 1 تا ویدیو آخرش رو دنبال کنید و ببینید. توی 1 ساعت به یه نقطه خوبی میرسیم برای ادیت ویدیوهای یوتیوبتون. از اون جایی که شما احتمالاً دارین توی ایران زندگی میکنید اکثرتون و سرعت اینترنت سرعت خیلی قابل توجهی نیست و تولید محتوای ویدیویی میکنید و میخواید توی یوتیوب آپلود کنید و باید از VPN استفاده کنید که توی اون سرعت اینترنت پایین با VPN وصل به یوتیوب و اونجا تازه ویدیویی که براش کلی زحمت کشیدید رو آپلود کنید. اینجاست که حجم ویدیوی خروجی شما از پریمیر قابل اهمیت میشه. یعنی اینکه شما باید یک ویدیویی تا جای ممکن حجم پایین که آپلودتون راحت‌تر و سریع‌تر انجام بشه و کیفیت مطلوب که باعث بشه که کسایی که دارن ویدیو رو میبینن از ویدیوتون لذت ببرن. و در آخر ویدیو میخوام یک تجربه واقعا شخصی که داشتم در جاهای مختلفی از زندگی باهاتون در میون بذارم. شاید بتونه به شما هم کمک کنه، مخصوصا کسایی که توی ایران زندگی میکنن و با یک سری موانعی مثل همین فیلترینگ و سرعت اینترنت پایین و تمام این سختی ها دارن دست و پنجه یه جورایی نرم میکنن. میخواستم که یک تجربه شخصیمو باهاشون در آخر ویدیو در میون بذارم که بهتون بگم که در واقع چی کار باید کرد در این جور مواقع. خب میریم سراغ تنظیمات خروجی گرفتن. حالا ما میخوایم از این ویدیو خروجی بگیریم. برای اینکه از این ویدیو خروجی بگیریم باید اول مشخص کنیم کدوم قسمت ویدیو رو میخوایم خروجی بگیریم. اول ویدیو میایم کلید آی رو روی کیبورد میزنیم و در آخر ویدیو میایم و او رو میزنیم. اول آخر ویدیو رو مشخص میکنیم. کنترل ام رو میزنیم تا این صفحه اکسپورت ستینگ باشه. اینجاست که ما باید هر کاری که میدونیم بکنیم تا بدون افت کیفیت حجم رو بیاریم پایین. این فرمت کدگ انکودیه که بهتون گفتن روی H264 باید بذاریم. اینجا کاری نداریم. اینجا ما یه گزینه داریم که در واقع مشخص میکنیم که با چه اسمی قراره سیو بشه. مثلا من میذارم تست 1 و اینکه تو کدوم لوکیشن هم اینجا میتونیم مشخص کنیم. سیو رو میزنیم. این دوتا تیکش خورده. اینجا در واقع مشخصات فایل خروجی رو میتونیم ببینیم که در آخر میتونیم بررسی کنیم ببینیم همه کارا رو کردیم یا نه. اینجا ابعاد سایز تصویر هست که بهتون گفتم از طریق این نباید بیاریم پایین حجم ویدیو رو. الان حجم برآوردی فایل 20 مگابایت، یعنی با این تنظیماتی که الان در حال حاضر هست و با این کودکی که اینجا هست 20 مگابایت میشه حجم فایل خروجی. میایم پایین و اینها رو هیچ کاری نداریم. رندر ات ماکسیموم دپت رو میزنیم تا با بیشترین کیفیت خروجی رو بگیره. اینجا یه گزینه داریم اینکودینگ ستینگه که در واقع با چه رو هاردورتون در واقع رندر بگیره یا رو سافتور. در واقع اگه کارت گرافیک داشته باشین هاردور رو انتخاب میکنین و سرعت رندرتون قاعدتا بالاتر خواهد رفت. کاری نداریم اینجاها. میرسیم به بیت ریت ستینگ. بیت ریت ستینگ رو میاریم روی VBR2 پس. اینجا اون عددیه که بهتون گفتم یه عددی هست توی هر پلتفرمی که بیشتر از اون عدد کیفیت قابل توجهی اضافه نمیکنه به ویدیوتون، ولی پایین تر از اون کیفیت رو میاره پایین و قابل مشاهده است. روی یوتیوب شما اینو اگر روی 5 و ماکسیمومتون رو روی 6 بذارین عدد قابل قبولیه. یعنی روی این
در واقع اعداد شما مشکل افت کیفیت اونچنانی نخواهید داشت و میبینید که این شد از 20 مگابایت شد 10 مگابایت. دیگه اینجا چیزی نداریم و میایم روی یوز ماکسیموم رندر کوالیتی، این رو هم در واقع اکتیو میکنیم و تمام شد. و حالا تمام این تنظیماتی که ما برای یوتیوب اون انجام دادیم و فقط کافیه روی این گزینه کلیک کنیم و اینجا ما یک اسم براش انتخاب کنیم. مثلا من براش انتخاب میکنم که 1080 یوتیوب. میبینید که اینجا پریسیتمون 1080 یوتیوب شد و هر دفعه که ما خواستیم در واقع فایلی رو برای یوتیوب چیز کنیم، خروجی این کافیه روی این کلیک کنیم و تمام. پیشنهادی که دارم اینه که در کنار پریمیرتون مدیا انکودر رو هم نصب کنه که یک نرم افزار دیگه است برای خروجی گرفتن از پریمیر، افتر افکت و در واقع نرم افزار ادوبی. وقتی اون رو نصب کنید روی این بزنین، اگر روی اکسپورت بزنید با خود پریمیر براتون خروجی میگیره، اگر روی این گزینه بزنید میره روی مدیا انکودر. و حسن این که روی مدیا انکودر شما خروجی بگیرید این هستش که پریمیرتون قابل استفاده است در زمان رندر گرفتن و دیگه لازم نیست بشینید و صبر کنید تا رندرتون تموم بشه و میتونه توی انکودر رندر انجام بشه در حالی که شما دارید روی پروژه دیگه روی پریمیر کار میکنید. و سرعت هم به نظر خود من روی مدیا انکودر برای خروجی گرفتن بیشتر میشه. اینو که کلیک کنین مدیا انکودر باز میشه، فایل اضافه میشه. من اینها رو حذف میکنم، فایل های قبلی رو که متوجه بشین. بله این فایل هست که میبینید همون 1080 یوتیوب پریستش تنظیم شده، در واقع لوکیشنش هم مشخصه. شما حالا اگه بخواین اینجا هم میتونید کلیک کنید و هر تغییر دیگه ای بخواید رو اینجا اعمال کنید. کافیه روی این کلیک کنید و گزینه پلی رو بزنین تا انجام بشه رندرتون و خروجی گرفتنتون. خب تجربه شخصی که اول ویدیو صحبتشو کردم و میخواستم باهاتون در میون بذارم اینه که ببینید کلا شما چه توی ایران زندگی کنید چه توی هر کشور دیگه ای زندگی کنید، وقتی یک هدفی دارید یک سری موانعی چه مشخص چه غیر مشخص وجود داره و اینکه موانع وجود داره دلیل به این نمیشه که ما اون کاری که میخوایم رو انجام بدیم. کاری که میخوایم رو و اون هدفی که داریم رو باید انقدر بزرگتر از اون موانعی باشه که سر راهش قرار داره تا بتونیم اون موانع رو از سر راه برداریم. چیزی که میخوام بگم حالا در این خصوص اینه که اجازه ندید سرعت اینترنت پایین، فیلترینگ و هر چیز دیگه جلوی هدفتون رو که تولید محتواست و تولید ویدیو یا هر هدف دیگه‌ای که دارین رو بگیرید. کاری که دوست دارین رو انجام بدین و موانعی که سر راه قرار داره رو از سر راه بردارید و با لذت این کار رو بکنید و چون دارین یک قدم به هدفتون نزدیکتر میشین و وقتی که به هدفتون برسین بر اساس تعداد موانعی که برداشتین به آدم قوی تری تبدیل خواهید شد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و میبینمتون تو ویدیوی بعدی. به امید دیدار.